یعنی همین چیزهایی هایی که صوم روزه چی میکنند یعنی باطل میکنند و همین چیزها مفطرات سه به تقسیم میشه. چند به تقسیم میشه؟ سه به. مفطرات في الحقيقة ماذا؟ يعني تفطر الصائم اتفاقا ومنها نعم لا تفطره اتفاقا ومنها مختلف فيها. فهمت؟ يعني چیزهایی هایی که متفق علیه که و روزه میشکنن، روزه چی میکنن؟ میشکنن. مثل چی؟ خوردن، نوشیدن، یک نان میخوری، آب می نوشد، جماع کردن، مثلا روزی نهار رمضان انده، این به اتفاق اختلاف نیست که روزه میشکنه. لیکن چیزها هایی که ابدا نم روزه نمیشکنه دای چیز که این به اتفاق یعنی خواب رفتن، نم یعنی خواب رفتن، استراحت کردن، دست شستن، مزمزه، استنشاق، این چیزها به اتفاق که روزه نمیشکنه. فهمیدید؟ مسواک این چیزی سهی میشه میداره. فهمیدید؟ انا چیزها هایی که مختلف فيه مثل مسواک. فهمیدید؟ یعنی اختلاف شدگی، اختلاف شده که روزه میشکند یا نمیشکند. فهمیدید؟ الان اینجا کوئی موضوع هم به میبیارد، یعنی میبیارد تو مسئله مسواک هم چه میبیارد امام رحمه الله. فهمیدید؟ اختلاف که همین چیز روزه میشکند یا نمیشکند. فهمیدید؟ یعنی چیزهای بسیار هایی که روزه میشکند یا نمیشکند. الان از این موضوع چی آورده؟ یعنی از این سه موضوع ما میدن اومدگی چی باید؟ المباشره. چی بده؟ یعنی المباشره، مباشره تو المره، القبله و المباشره. یعنی نعم یعنی ما فهمیدیم که زن با زنش جماع کردن چی میشد؟ یعنی مفطر میشد. این به اختلاف نیست. نعم چی میشد گفتیم؟ مفطر میشد. چی میشد گفتیم؟ مفطر میشد. یعنی مفطر روزه میشکند جماع. لیکن غیر از جماع، غیر از جماع، فهمیدید؟ غیر از جماع، جماع نکرد، غیر جماع، مثلا المباشره. مباشره یعنی یعنی قبله بوسه کردن، مباشره مثلا یعنی نام دست رسوندن، آغوش بگرفتن، مثلا المهم کارهای غیر از جماع. این چی؟ این جایز یا جایز نیست؟ الان مطلب امام رحمه الله چیه؟ ما به این موضوع آورد که حدیث چنده؟ حدیث عایشه رضی الله عنها آورد که رسول صلی الله علیه و سلم کان یقبل و هو صائم. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم نام زوجش یعنی زنش بوسه میکرد حالت صومنده، حالت چنده؟ صومنده. نهار رمضاننده چه بوسه میکرد زنهاش علیه الصلاه و السلام؟ و یباشر و هو صائم. یباشر اصل مباشره، اصل مباشره یعنی مباشره ما اصلش چیه؟ یعنی لمس الجسد الجسد. اصل مباشره چی بودست؟ لمس الجسد الجسد. یعنی جسد برسیدن چی میگن؟ یعنی مباشره میگن. فهمیدید؟ جسد برسیدن چی میگفتن؟ مباشره میگفتن. یعنی ایدان یعنی آغوش بگرفتن، مثلا چی کردن، همین های نمیشه چی میگیم؟ یعنی مباشره گفتم، انا نمیگیم. فهمیدید؟ ایدان این چی به دلالت کرد؟ دلالت کرد که این چیز دلالت کرد که همین چیزها فعلها روزه نمیشکنند. فهمیدید یا نفهمیدید؟ انا جان کان رسول یقبل فی رمضان، یعنی رمضان انده، نهار رمضان انده رسول صلی الله علیه و آله و سلم زوجه‌اش چه قبله یعنی بوسه میکرد. حالت چنده؟ روزه شده استاده. حالت روزانده چی میکرد؟ یعنی گفتم یعنی بوسه میکرد علیه الصلاه و السلام. طبعا این مسئله اختلاف سخت شد بین اهل علم. فهمیدید؟ بعض اهل علم چی گفتن؟ یعنی اینجا همیننده العلامه نووی رحمه الله اجماع نقل کرد که اذن گفت القبلة والمباشرة لا تفطر الصائم الا نعم اذا كان من غير انزال، اذا كان من غير انزال. لیکن این اجماع به الحافظ ابن حجر رد کرد، برای که بعض اهل علم بود که خلاصه قول اهل علم گفتنی باشه، خلاصه قول اهل علم گفتنی باشه. نم بعض اهل علم گفتن که مطلقاً جایز گفتن،
mutlaqan joiz. Ya'ni vay javon باشد، musafid باشد و پیرانسال باشد، فرقش نگفتن یعنی. فهمید؟ میشه گفتن. بعد گفتن که نام جایز گفتن musafid به غیر جوان به. فهمید؟ و بعضی دیگه گفتن که مطلقاً چه جایز نگفتن. حتی مثلا ظاهری ها ابن حزم و اصحابش مستحب گفتن این چیزا. یعنی ظاهری یعنی مادامی که رسول صلی الله علیه و آله باید که حرکت کند یعنی ظاهری حقیقتا که یعنی باید که چقدر گفتن این کار مستحب. مستحب یعنی این چیز قول بعید یعنی این قول بعید. على كل انا اکنون همین هایی که تقسیم کنندن جوان به ممکن نیو مسافر به ممکن گفتن دلیلشون چی؟ دلیلشون سنن ابی داود اومده که حدیث ابو هریره، حدیثی که گفتم ابو هریره رضی الله تعالی عنه، الحديث الذي سكت عنه ابو داود، سكت عنه ماذا؟ ابو داود عن هذا الحديث. اذا سكت ماذا؟ ابو داود سکوت کرد حدیث. حدیثانه میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم سأله رجل یعنی رجل پرسید رسول صلی الله علیه و سلم عن القبله، یعنی زن بوسه کردن، مباشره کردن. رسول صلی الله علیه و سلم اذن له و جاء الثاني فلم يأذن له. یکم به اذن داد، دویم به چی اذن نداد. وقتی که میگوید ابو هریره بینیم همینه که اذن دادگی بود و مسافر بود و همینه که اذن نداده بود و جوان بود. لیکن حدیث یعنی چی؟ مختلف فی حدیث یعنی سندشان مجهوله، سندشان چی؟ مجهوله. فهمید؟ سند یعنی چی؟ یعنی طبعا حدیثای صحیح به چی؟ این حدیثای صحیح به نام این حدیثای صحیح به چی؟ معارض شده نمیتوند. معارض شده چی نمیتوند یعنی. فهمید؟ معارض شده چی نمیتوند. برای همین اذن چی با یعنی چی گفتن لکنه کان املاککم لعربی. گفتن که انا اینجا چی میشه گفتن یعنی الشاهد یعنی اذن چی میشه یعنی صحیحش جایز، مطلقاً چه جایز یعنی با شرطی که آدمی که یعنی چی شهوت خودش داشته تونه. همین به چی گفت عایشه رضی الله عنها ولکنه کان املککم لعربیه. لماذا لعربیه؟ یعنی لعربیه دو ضبط دارد. لعربیه دو ضبط دارد. لعربیه نام لعربیه یعنی چی حاجتش میشه. عرب یعنی با فتح حمزه و را عرب. عرب که چی میشه حاجت میشه. اما دویم ضبطش چی با یعنی همین مشهور. دویم ضبطی که اومده که با کسر حمزه و اسکان را ارب لعربیه. فهمید؟ معنای عرب حاجت میشه با حمزه با عین کتی نه عرب نه عرب با حمزه حاجت معناش میتیاد. اما با کسره حمزه باشد چه معناش میتیاد؟ ارب معنای چه میتیاد؟ معنای عضو. اربن قطعه اربن فلان قطعه یعنی چیکار برید اربن میگوید که اربن ارب یعنی عضوش. عضو یعنی چه در نظر دارد؟ ذکر یعنی اعضای همین چی یعنی. فهمید؟ اذن چی میشد؟ به عایشه میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم کار میکرد یعنی زوجش بوسه میکرد یعنی مباشره میکرد با آغوش میگرفت. لیکن کدوم شماها مثل رسول صلی الله علیه و آله و سلم برین عرب یعنی حاجتش شهوتش داشته میتوند. فهمید؟ شهوتش چی داشته میتوند. برای اینکه ممکن یعنی چی میشد یعنی آین دورتر نمیبرد این چیز. نام burada mümkün çibe miyaftundadiş yani cima be miyaftundadiş. Şahvetiş mesela zuri mekunadi çibe mekunadi yani mümkün cima be burada miyandodunadiş. İnanda tamam beşad yani çi meşad yani kafore galiza meşad in be intihak hürmeti Ramazan meşad in korkati. Yani fahmedin? Ana min cihat kati çi yani aşahid odami ki şahvet çe doşta tonan alamin be joiz. Ama odami ki yani خودش با باوریش نیست بهتر چی کاره نمیکند یعنی فهمیدید نمیکند. همین با بعض اهل علم گفتن که یعنی نام
مسافت و جایز و جوان و جایز نگفتگینده حدیث عایشه به چی جواب میدیم رسول صلی الله علیه و سلم یعنی عایشه نعم عایشه رضی الله عنها نعم رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ممکن یعنی 50 کلمه لیکن عایشه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات کرده بود چند ساله بود 18 ساله بود علیه الصلاة والسلام وقتی که وفات کرده بود رضی الله عنها عایشه 18 ساله دختر بود ها یعنی اذا مثلا چه جوان یعنی چی بود یعنی جایز یعنی اذا یعنی چی میکنیم یعنی شتیت جان چی اسمه نعم یعنی اذا چی بود یعنی اینجنده ضابط یعنی همین که یعنی چی وای خرد و کلام فرقش نه همه به جایزه که به شرطی که همونه که یعنی چی شهوت چه داشته تونند اما همینه که شهوت چه داشته نمیتوند وای به چی وای حقش بر این قربه دست نمیزند یعنی فهمیدید این چیه قربه دست نمیزند همین به دلیل کذالک مصنفنده اومده که همیننده عایشه رضی الله عنها یعنی نام نعم من جيانشا نعم قاسم نعم قاسم ابن محمد جیانش وقتی که میبیند نعم وقتی که میبیند عایشه رضی الله عنها نفزان گرفته بود جوان زن نفزان گرفته بود همینند المهم چه فتوا میتیاد که یعنی چه لا باس نه که یعنی چه ماه رمضان اند نهار رمضان اند یعنی زنش چیکار یعنی مباشره کردن قبله کردن به چه جایز فتوا میتیاد رضی الله تعالی و ارضاها فهمید رضی الله تعالی عنها و ارضاها چه یعنی چه جایز میگونیم چیزا الان اینجا یک مسئله چیز بود که گفتیم که یعنی غیر انزال گفتیم یعنی همینند جمهور اهل علم گفتن که چی اگر گفتن جمهور نم احناف شافعی و مثلا جمهور اهل علم گفتن که اگر گفتن اگر نم اگر وقت مباشرند یا وقت قبلند انزال شده موند یعنی انزال منی یعنی منی برآمده موند ها بنده چی میشه در حقش به یعنی من غیر جماع طبعا یعنی به چیکتی شد یعنی قبله یعنی بوسه کرده استاده یا که آغوش بگیرید استاده چی کرده یعنی منی برآمده موند و یعنی چی میشه گفتن یعنی جمهور اهل علم قضا واجب میشه یک روز قضا میگیره کفاره نیو یعنی چی قضا میشه گفتن این قبل جمهور اما ظاهری ها گفتن که هیچی نمیشه حتی انزال شده موند که یعنی هیچی نمیشه لیکن قول احتیاط قول جمهور یعنی باید که روزش چی کند یعنی چی کند گفتیم قضا کند یعنی روزش چیکار میکند یعنی قضا میکند این قول جمهور اهل علم و جند كذلك قول عائشة رضي الله عنها ويباشر وهو صائم يباشر نگرید همین بیان این چی بهتر یعنی معنای یعنی لغت عربه بای بدنش ها الله سبحانه و تعالی ها قرآن انده چی گفت و باشروهن ها والآن باشروهن والآن یعنی شبونه مباشره کردن ها شبونه با مباشره کردن الان باشروهن یعنی اولی اسلام اولی فرض روزانده چی بود یعنی نه یعنی اگر شبونه خوابش بردمون خلاص بعد وای چی بهتر یعنی روزه بشه وای دیگه زمان نزدیکرم ممکن نبود سونه این نسخ شده این آیت چه گفت الله تعالی الله شما ضعیفیاتون دونسته انقون اجازه داد اكو مباشره کنید شبانده یعنی معناش اما بالنهار فلا تباشروهن فهمیدید یا نفهمیدید این چیزا فهمیدید این چیزا فهمیدید یا نفهمیدید یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که اولنده یعنی اگر آدم حتی شبانه ذنب مباشره کردن ممکن نبود الان کنید این نسخ شده حکم الله تعالی گفت که الله ضعیفی شما میدوند انا از این جهت چه گفت یعنی الان شبانه مباشره کنید لیکن روزانه نکنید روزانه مباشره نکنید اینجا عایشه رضی الله عنها میگه که و کان یباشرنی و هو صائم الله میگه که روزانه مباشره نکنید و عایشه میگه که فهمیدید اذا این چی میگم یعنی همین کلمه های عرب نم کلمه های چی میشه یعنی مشترکه های مترادفه های فهمیدید
مشترکه های، مترادفه های، متعدده المعنا های. یعنی کلمه مشترکه گفته چه بگیم؟ کلمه واحده، نعم کلمه واحده تدل على معانی نعم مختلفه. اذا مباشره نعم بچی میبیاد، یعنی با معنای خیلی جمع میکنیم این چیزه، یعنی نعم فهمدید؟ اینجا تضاد قرآن انده تعارض نیست. همین انده آیت سوره بقره انگی مباشره معنیش چیه؟ معنای جماع، معنای جماع داده استاد است مباشره. فهمدید معنای چه؟ مباشره معنای جماع داده استاد است، یعنی نعم شبونه جماع کنه، لیکن روزانه جماع کردن ممکن نیست. و حدیثا مباشره معنای چه دوستاست؟ نعم غیر از جماع، یعنی دست بگرفته، دست رسوندن و آغوش بگیرد، غیر از جماع بدگی چیزا یعنی در نظر داره. فهمدید یا نفهمدید؟ نعم یعنی مثل قول الله سبحانه و تعالی، مثل سوره جمعه انده یا ایها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ اذا اتيتم المسجد فلا تأتوها وانتم تسعون عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقضوا. فهمتید؟ فهمتید یا نفهمتید؟ یعنی آیتند الله تعالی میگه که روز جمعه که شد، جمعه بعد آن که گفتن چکنید؟ سعی کنید. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که نماز بکنید سعی نکنید. ها؟ چخیل میشدین؟ فهمتید؟ یعنی سعی یک کلمه با یک چند معنا میبره. سعی که سوره جمعه گفته داده است، سعی معناش چی با یعنی نم حرکت، کوشش، یعنی دیگه کار ترکر اپای نماز جمعه شو. اما حدیثاند سعی گفتگی سعی چی با یعنی معنای چه میتونه؟ معنای هروله داویدان مثلا چه جریه معناش میتونه. یعنی فهمتید معناش؟ هم به ابن خزیمه رحمه الله میگه که هر کسی که قرآن و سنت یگون چیز تعارض یافت فلیأتی میگه پیش من بیاد میگه حلش یافته میتونه میگه. یعنی فهمتید؟ اذا شاید این باب چی بوده؟ یعنی دو حدیث حکمش مثلا با مسئله چی وای اجر مفطر یعنی تفطیر کننده، سونه چی وای دوی مسئله چی گرفتیم؟ یعنی کی گرفتیم که القبله و المباشره چی بکرد؟ یعنی صوم یعنی چی نمیشکسته است لیکن به شرطی که انزال نشود. همین به یعنی چی گفتیم؟ یعنی همین به این حق جوان باشد، مسافر باشد جایز، الا به شرطی که چی گفتیم؟ یعنی شهوتش داشته تواند. والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.